موقعی که حضرت طالوت برای مقابله با سپاه کفر یاراش رو جمع کرد و حرکت کرد، به یارانش فرمود خداوند میخواد شما رو امتحان بکنه به یک نهر آبی، هر کس از این آب بخوره دیگه از ما نیست. اکثر کسانی که در سپاه طالوت بودند اونها آب خوردند. مهمترین آزمون در طول عمر یک انسان آزمون ولایت مداری و ولایت پذیری هست. ولایت پذیری به قدری سخته که گاهی وقتا شما نگاه میکنید افراد برگزیده تاریخ یک لحظه غفلت میکنند، مواظب نباشند کار دستشون میده. 1400 سال پیش این رو به ما ثابت کرد. کسانی که در کوفه پای مسلم ابن عقیل نیامدند، اینها در کربلا هم کنار